محمد یه لحظه آیدی تو اینجا بنویس، اینجا تو لابی یه لحظه تو لابی آیدی تو بنویس. ستار بهت پیام بده شرایط تو بهش الان آیدی تو کپی کن سری بفرست. میاد الان با میاد تو گروه خود شرایط بابا هر چی باشه قبول مبارکش باشه. مرسی که انقدر با انرژی بودید که همتون ما هم شرایط تو میان نه خدا نترس. نه بابا آره چه حرف نه میگم محمدی نه به خدا اصلا بحث اینش نه. محمدی کلون تورنمنت رو داره میچرخونه آرش کو کلا تورنمنت شرایط داره دیگه. نه بحث شرایطش نیست حاجی. من کلم تلگرامم چک نمیکنم به خدا. محمدی پیام میده حاجی من به زور دارم پیام محمدی تو تلگرام چک میکنم. من آدم تنبلیم. محمدی داره کل تورنمنت رو میچرخونه آرش واسه اون میگم. داش اصلا شهر ما میگین برگات میکنن هیچ آب گات میکنن هیچ گاز چرا نت رو گات میکنن. آره با خدا همینو موندم حاجی. خدا ای بابا بزنید. آره واب میزنی 8 نفرش کن لوکال بذارم. آره 8 نفرش کن. امیرم هستش فشارم بیاریم حاجی. بچه ها ببینین تورنمنت رو داریم برگزار میکنیم. بچه‌هایی که الان تو لایو تویچ 12 نفریم حاجی. یه اکانت امپوریاکی خب یه اکانت امپوریاکی هست. اکانت امپوریاکیه. اکانت امپوریاکی داره. اونو میخوایم گوره کشی کنیم. خب اینو گوش کنید. میخوایم اونو گوره کشی کنیم ولی فعلا نمیخوام اونو الان گوره کشی کنیم. من میخوام فعالیتمو شروع کنم تبلیغات بذارم. تبلیغات که دادم آجی یه پست درست میکنم واسه اکانت امپوریاکی. اونجا زیر پست کل قوانین رو بهتون میگم چیکار کنید واسه اون اکانت چطوری برنده بشین. اگه دوست داری اکانت امپوریاکی رو برنده بشین حاجی 100% پیج منو داشته باشین چون که من فعالیتمو شروع کنم استوری اینا رو بذارم همه چیزو اونجا بهتون میگم دیگه. حالا من این احساس زیاد فعالیت نمیکنم. یه اکانت امپوریاکی لول 2 3 4 تا گان هم داره دیگه. یا اکانت اولو میکنن اونم گوره کشی میکنه. اکانت آرش هم میکنه اونم بهتون میدیم. فرقی نمیکنه هر کدوم لابی که انتخاب کنید. راست ناخد ارزشتی بازی عشق من این بچه‌ها. نه اسکواد میزنیم. نه اسکواد میزنیم. پشار تو الان آپلانی کیکت کنیم. جانا فشار کنه اینجوری حال نمیدونم خدا بیاد یه مپ دارم که برو مشوار 900 برسم برو بزن خود سر کن. آره کدش ماپشو علی رضا ببین الان تورنمنت 2 نفر بیشتر جا نداره عزیزم. باید اگه میخوای شرکت کنی داداش باید کل بازی رو ریکورد بگیری. بعدش هم محمدی تو میگه 2 نفر جا داره بقیه‌شون که اصلا واریزی نزدن. یه نفر با چند نفر واریزی زدن؟ من فقط زدم داداش بقیه نزدن. نه همه زدن حاجی نزدیک 10 نفر. آره چند نفر؟ 11 نفر؟ 11 نفر. یک میلیون سر ما پول داشته باشی خب دیگه. فرستاد یا برد؟ آره برو بزن. من از اسکواد کیکم کن. خب ابو خب بیایم بیرون آجی الان پر میشه. الان من باید برقصم خدایش. آرش لپ بدین. دیگه کانتی که بچه میخوام گوره کشی کنم باریکی داره دیگه. این شرایط رو بهتون میگم تو این استا ولی فعلا نه. بعد تورنمنت وقتی چیزمو شروع کردم اسمشو بگیر فعالیت پیجمو شروع کردم بهتون میگم شرایطش چطوریه چطوری نیست همه چیزو بهتون میگم آجی. چرا لپ نمیدین آرش حاجی لابی چیکار میکنی ایستاد وایسادی.
بچه بیاین بشینیم 2 نفر بشین. 56 100 ببین 56 1008 یه 56 بزن 3 تا 0 بزن یه 8 بزن تموم میشه. یه نفر میتونه بیاد. یه نفر اصلا این بچه رو